اکتیویژن جدیداً گردونهای خدای عرضه کرده که اگه شما فقط بتونید یکی یا دو تا از این گردونه ها رو فول کنید، یکم بینشون دو دل میشید که البته 5 گردونه خوب داره، بینشون 5 دل میشید. خب حالا من بهتون میگم از به ترتیب که بهترین گردونه هایی که میتونید بزنید کدومه. تشکیل شده از 69 کیلو 141 M4 117 و گردون دابل آرپیدی و همین گانه. خب بدترین گردونه‌ای که میتونید بزنید همین گردون دابل آرپیدی و HBR که اصلا که از نظر طراحی خیلی طراحی خوبی دارن و خوشگلن، اما گاناشون اونقدر به درد نمیخوره و البته اسکین و نایفش هم خوبه که یکم گردونه رو با ارزش‌تر میکنه که بازم به نظرم نزنید. طراحیش خیلی خوبه، HBR که بهترین ایمو داره و آرپیدی هم که خیلی طراحی خوشگل داره، ولی به نظرم این گردونه رو نزنید. پس رتبه 5 میرسه به آرپیدی. رتبه 4 هم میرسه به 69. رتبه 3 میرسه به کیلو 141. حالا رتبه دوم و اول چه؟ شاید رتبه دوم شما M4 بذارید و رتبه اول بذارید. خود من بین این دوتا خیلی دو دل شدم، اما اگه M4 رو بزنید با اتچمنتش میتونید گانو از 117 بهتر کنید، ولی به هر حال این دوتا دیگه نظر باشون.